چری آقای ساتوی ژاپنی رو میبینیم همه چیز رو کنترل میکنه، با کمکاش صحبت کرد و از این لحظه بازی آغاز میشه و سفید پوشان ایران با بازوبندهای مشکی کار رو آغاز کردند. محمدی، حاج صفی، یه چرخش، یه حرکت، فضا برای ارسال هست، میفرستن روی دروازه کره جنوبی. پرچم کمکدار بالاست، دروازه باز شد اما نه، آفسایده. پرچم کمکدار بالاست و آفساید گرفته شد. با هم میبینیم صحنه آهسته رو، توپی که فرستاده شد درست آفساید. پشت همه مدافعان کره رفت، تأثیرش رو گذاشت، برای همین داور استوت میزنه با پرچم کمکش رو میبینه. کیسون یونگ شماره 16 شون، کاپیتان که در موردش صحبت کردیم. یه حرکت تو گیری عالی از بچهای تیم ملی ما. حاج صفی هنوز به جلو میبره، سردار جا خالی میکنه، یه پاس برای سردار، میتونه تک به تک بشه. از این طرف اضافه میشه جهانبخش، دو در مقابل 5 هستن. جهانبخش با چپ ضربه محکم جهانبخش و توپی که برخورد کرده مدافعان کره با کرنر برای ایران به دست اومد. با سوت داور باید ضربه زده بشه. حاج صفی میفرسته، بولانی دفته، خطرناک موقعیت برای ایران. دژاگه جا خالی میکنه، پرتاب برای اشکان، رو بقم رضاییان، یک کار عالی برای ایران موقعیت هست. خود جهانبخش داخل محوطه جریمه، ضربه بچهای تیم ایران و توپی که گرفت کیم سئونگجیو. پاس برای جهانبخش، یه فضای عالی برای رضاییان، سه نفری حمله میکنن. خود رامی پاس عالی، یک ضربه، حالا گل برای ایران. سردار ایرانی دروازه کره ها رو باز میکنه. عالی بود حرکت بچهای ایران و سردار دروازه کره رو باز کرد. ایران 1 کره جنوبی 0. حرکت عالی بود و خیلی قشنگ پاس داد عزت‌اللهی. بعد جهانبخش همینطوری جلو رفتیم و در نهایت سردار آزمون دروازه کره رو باز کرد. با هم می‌بینیم رضاییان عالی فرستاد و خیلی خوب تموم کرد سردار. ما 1-0 جلو میافتیم. فرصت برای تیم ایران، میخواد بفرستن روی دروازه رضاییان، این نفر رد شد. خود رامی پاس رو عقب، ضربه محکم و توپی که از بالای دروازه به اختلاف زیاد به بیرون رفت. ضربه پرقدرت اما بی‌دقت جهانبخش. یه پرتاب بلند، حاج صفی داخل محوطه جریمه، یک ضربه سر خطرناک. توپی که گل نمیشه و سعید عزت‌اللهی برمیگرده. خود دژاگه پشت توپ برای ضربه کرنر میفرسته روی تیر 2، نتونستن ضربه سر بزنن، در برگشت این موقعیت و دروازه‌بان کره توپ رو به کرنر میفرسته. اشکان دژاگه توپو نگه میداره، پاس برای جهانبخش. ما زمین کره میتونیم ضد حمله بزنیم، تیم باید سریع بالا بیاد و حرکت بکنه. سردار آزمون، یه حرکت، خود سردار 3 در مقابل 2. سردار آزمون باید پاس بده اونجا، سردار که پاس نمیده و رامین رضاییان رو صاحب توپ نمیکنه. 1-2 دژاگه، یه برخورد خطا نیست و بازیکن کره توپو گرفتند. یه اشتباه، دروازه‌بان کره توپو به بازیکن ما میسپره، ضربه از راه دور و حالا یک کرنر، بله به دست میاد به سود ایران.